بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکای حاجی مرزا، من از شما خواهش دارم که با این سوال من جواب دهید. دختر را مرد بیگانه با گپ زدن یعنی سویدانی دعوت کند، حکم او در اسلام چگونه است؟ در آخر داملا طلب میکنم که این نمازهای مرا خداوند به درگاهش قبول کند. این کسانی که زنهای بیگانه را به ملاقات دعوت میکنند و با آنها صحبت میکنند، آنها اگرچنده که با یکدیگر نزدیک هم که نشوند، پیغمبر خدا گفتند العینان تزنیان و زناهما النظر، چشمها هم زنا میکنند. گفت پیغمبر و زنای چشم این نگاه کردنی خیلی با خرسندی به سوی یک زنی بیگانه است. وقتی وی ملاقات دعوت میکند، با او با چشمهای خود به سوی این زن نگاه میکند و این زن با سوی این مرد نگاه میکند، دست دراز میکنند، با یکدیگر سلام میکنند. اینها همچنان در نزد خداوند تصور کنند که زناکار نویسانده میشوند. آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی مرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. رخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بیندوکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و طبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. جذبه دارد بلند زنها را میگوید. این پیغمبر خدا میگوید لا تضربوا اماء الله. امروز خواهرای ما و شما این قدر قیمت خدا گم کردن. پیغمبر میگوید لا تضربوا اماء الله. ای مردها هوشیار باشین، کنیزک های خدا را نزنین. زنها را خدا کنیزک گفته است. کنیزک من هستیم. دنیاکم النساء. پیغمبر میگوید بهترین آن چیزی که من از دنیا دوست می‌دارم این زن است. چه قدر داری، چه منزلت داری. صد افسوس که امروز منزلتی خطا، قدری خطا تو گم کردی. فکر میکنی که همون سری لوچ و گردنی لوچ زینت توست. نه، زینت تو نیست. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. ای خواهر عزیز میگوید تو میگن نظر به فاطمه کن، نظر به عایشه کن، نظر به ام گلسون کن، به اینها نظر کن. از اونها میگه حیات یاد بگیر، از اونها شرم و حیا را یاد بگیر. برای چی؟ برای چی از اونها یاد بگیر؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد.
حضرت میگوید برای آن تو پیرو فاطمه شو، برای آن پیرو عایشه شو که مثل فاطمه حسین تو به دنیا بیاری، مثل فاطمه تو حسن به دنیا بیاری. وقتی تو پیرو فاطمه نمیشی، پیرو عایشه نمیشوی، از کجا از تو حسن پیدا میشود؟ از کجا بر تو حسین پیدا میشود؟ از این خاطر خوش به حالت برادر عزیز، هر کدام مسلمان ها، همه شما برادرها، با یک گوش کردن امر معروف و با 5 وقت نمازی که شما در یک روز خواندین، در این حالت شما فکر نکنین که تمام ذمه اسلام از گردن شما برداشته شد، بلکه این وظیفه همه شماست. در خاندان کار کنین تا حد امکان. چگونه ای که امروز مردم غرب حرکت دارد، ما و شما را از راه بیراه کرد، ما و شما حرکت کنیم که فرزندها را اسلامی کنیم، فرزندها را نمازخوان کنیم، فرزندها را با ستر با حیا کنیم. این از وظیفه هر یک مسلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکی حاجی مرزا، من از شما خواهش دارم که با این سوال من جواب دهید. دختر را مرد بیگانه با گپ زدن یعنی سویدنی دعوت کند، حکم او در اسلام چگونه است؟ در آخر داملا طلب میکنم که این نمازهای مرا خداوند به درگاهش قبول کند. این کسانی که زنهای بیگانه را با ملاقات دعوت میکنند و با آنها صحبت میکنند، آنها اگرچنده که با یکدیگر نزدیک هم که نشوند، پیغمبر خدا گفتند العینان تزنیان و زناهما النظر، چشمها هم زنا میکنند. گفت پیغمبر و زنای چشم این نگاه کردنی خیلی با خرسندی به سوی یک زنی بیگانه است. وقتی وی ملاقات دعوت میکند، با او با چشمهای خود به سوی این زن نگاه میکند و این زن با سوی این مرد نگاه میکند، دست دراز میکنند، با یکدیگر سلام میکنند، اینها همچنان در نزد خداوند تصور کنند که زناکار نویسانده میشوند. اینها حق ندارند. تا اگر چگونه یک پیغمبر خدا میگه النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است، کسی اگر از نکاح من رو میگرداند وی از امت من نیست. اگر خواهش داری همان دختری که با او ملاقات میکنی به نیت ملاقات کن که وی تو میگرفتگی باشی. یعنی اسلام اجازت میدهد که همان زنی را که شما میخواهید که در نکاح خود درآرین وی با همراهی او صحبت جداگانه داشته باشید، یعنی با او رو پرو شوین، نه به سلام، بلکه با او مصلحت کنین، راز دل یکدیگر را گویین. اگر معقول شوین مرحمت، معقول نشوین وی راهش جدا، راه تو جدا هست. السلام علیکم داملا، من یک خواهر اسلامی شما، آیا شب نکاح ما می توانیم که همراه دوگانه هایم رقص و بازی کنیم در خانه بین خودمان؟ یعنی خواهر اسلامی سوال کردند که شب که نکاح می شود آیا ما می توانیم که بین خود رقص و بازی کنیم، دف زنی کنیم؟ پیغمبر خدا چی می گوید؟ اعلنوا النکاح وجعلوه فی المسجد واضربوا علیه بالدفوف. بالدفوف، این حدیث ترمذی بوده است. پیغمبر خدا گفتند شما نکاح ها را آشکار کنید، یعنی نکاح های شما چنان نکاح باشد که آشکار باشد، تمام محله درکدار شوند که در این خانه نکاح است. با دف ها، گفت پیغمبر، دف زنید، در همون شب نکاح دف زنید دخترها. و نکاح ها را پیغمبر خدا گفتند که شما در مسجد انجام دهید. چه توصیه خوبی کردن پیغمبر. امروز ما و شما هم اداره زکس داریم، میروند جوانای ما و شما همون شیشه ها را کشاده میکنند، خب همون خده های هستند میبردارند. به مراد چی؟ به مراد که همین خواهر و همین جوان
زندگی خوب بینن. نه، زندگی تو بدبختانه هست. زندگی تو افلاس زندگی هست. زندگی تو آغاز از چیز حرام شد. اون قدحی که تو در دست داری و قدح در قعر نیش سری تو خداوند باید جای میکنه. پیغمبر خدا میگوید شما در مسجد نکاح کنید. مسجد، وقتی مسجد که آمد اینجا یک توده دخترها که جمع شد، داملا چیزی میگوید که تمام آنها گوش میاندازند که نکاح چی ماهیت دارد، عاقبت نکاح چی هست. لیکن این خواهر حق دارد که همراه دوگانه های خود دف زنند، رقص کنند، بازی کنند بین خود. مرحمت اجازت است. لیکن از همه شما خواهش میکنم برادرای عزیز و کسانی که نکاح کننده هستند، در وقتی که دو جوان شما نکاح میکنید اونها را پرسان کنید که نماز میخوانند یا نه. از نماز اونها بپرسید که نمازخوان هستند یا نمازخوان نیستند. و بسیاری جوانها امروز یک خرافات دیگر هم جا دادند، در پایها همون توفلی هاشون بالای کرپچه رفته می نشینند. این چی معنا دارد؟ تو را ایمانت ضعیف است برادر عزیز. اگر ایمانت ضعیف نباشد تو از اون توفلی و از اون کفشی که در پا داری چرا می ترسی؟ وای با عقیده تو این است که اگر وای تو بدر کنی تو سیاه‌بخت می شوی. نه، برعکس تو نیکبخت می شوی. تو یگانه تمام اخلاص وجود تا به سوی خدا روان کن. از دست هیچ کس هیچ چیز نمی آید. توفلی ها را بدر کن، در بیرون بگذار و به حضور نشین. خوراک و آبی که میارن نمیخورم. چرا نمیخوری؟ خور از چیزی که هست در پیشت. چیزی میارن خور، همه برای تو حلال است. این خرافات هایی هست که در مینه سر ما و شما جای کردن. نخور. برای چی؟ شاید که همین یگان سحر کردگی باشد. تو بدبخت هستی آخر. ملا میخورد، تمام آدم های همون داخل خوردن، سحر اونها را تاثیر نکرد، فقط تو را تاثیر میکند. و در بین بسیار کمبودی های هست، مثل تغپولی. تغپولیش چی است؟ با وقتی اگر شما رو پرو نکاح کنین دیگر تغه در اینجا لازم نمی شود. رو پرو نکاح کنین تا که صدای زن مرد شنود و صدای مرد زن شنود. این از قاعده نکاح. باز یک خراجات کمتر می شود. این بد است. یا سرجلب روان میکنین، بیم بسش کنین. آخه همین شرط است که همین یک برادر را پوست کنیم، تمام آن چیزی که دارد همش تله و تاراج کنیم. بالای کرپه یک مردکی دیگر ششتگی است، با کرپه را میفرارد، با وی هم پول دادن در کار. همین رحم است، همین انصاف است. یا در قدیرا یک توده جوانهای اوباش جمع میشوند، ما را شهتاز ده. همه این باور کنین در غصب داخل میشه. همه این غارت است. وای نمیخواهد. کی میخواهد که تغپولی دهد؟ کی میخواهد سرجلب دهد؟ هیچ کس نمیخواهد. باز قطعی همون شرطنامه میکنید 10 سوم و 20 سوم، تو 10 سوم و 40 سوم. اینا باور کنین اینها مصیبتن، اینها خنده نیستن. اینا مصیبتن در دین ما و شما. همه میخندد به حال ما و شما. یک باره کمبغل شدیم، نادار شدیم، گدا شدیم. از یک مرد بیچاره خدا رحمتش کند میگوید دعام بده 60-70 از روسیه رفته است. در 60 در 70 روسیه کارکنی میرود. همین انصاف است. بیاید غم یک دیگر اخرین. یا وقتی یک توده جمع میشه در همون شب نکاح، مادری او است، اپی او است، یک سوزن دیگر در دست باز میدراید، پیشای برکشاده، وقتی سر خم میکند تا وجود تا همه وجودش میتابد، یک سوزن در پشت همون بچه زده است. این چی معنا دارد؟ اینش از همه در گناه بدبخترین است. قسم به خدا اگر این عملهای تکرار کردم، همینها اگر در همون شب نکاح صورت گیرد، نکاح واقع نمی شود، نکاح درست نمی شود.
بعد این نکاح اینقدر عملهای شرکانه و عملهای فاسد وقتی که شما جاری میکنین، این نکاح شما دیگر چی است؟ وای سنگ است نمیشکند. اینا را راه نتین، نگذارین. همون زنی که هست بیرون ایستد، داملا موعظه کند پیش از نکاح کردن. این از قاعده نکاح. بعضی پیشوای ما بیچاره همون چشمش چار است که همون چینی را یا که متریال یا چند سوایه میدهند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. حاجی میرزا، من از شما التماس میکنم درباره بعضا مسلمان هایی که خود را در زیر لقاب حاجی رفتارهای غیر مسلمانی میکنند و دین اسلام به نام حاجیگی را پس میزنند کمی سخن کنید. در محله ما حاجی زیست میکند، زندگی میکند که به زنهای مردم هوسخوری کرده به آنها نیتش بد هست. حتی به دختر عمکش چندین مراتبه خواست است تجاوز کند. این بدبخت در سن 4 ماهگیش مدت 3 ماه از زن عمکش شیر خوردگی است. یعنی همین حاجی در سن تا 2.5 سالگی اگر کدام ما و شما از کدام زنی که اگر شیر خورده باشیم ما فرزند وی حساب میخوریم، دخترهای وی خواهر ما و شما حساب میخورد. یعنی این بدبخت حاجی همین 4 ماه در 4 ماهگی شیر خوردگی بوده است. با به دختر عمکش نیت تجاوز داشته است که این خواهر او حساب میخورد و امروز میخواهد که با خواهر خودش زنا کند. ما نسبت این کارهایش او را در مسجد محله خودمان محاکمه کردیم، اما شخص پیدا نشد که او را با این کارهایش سرزنش کند. من شخصا وی را از مسجد پیش کرده گفتم که تو دیگر به اینجا نیا. روز دیگر در همین محله یک بار 2 جنازه شد و همان بدبخت در هر 2 جنازه با سری بلند اشتراک کرد، گویا یگان گپ نگذشته باشد. به مسجد آمدن را دوام داده ایستاده است. نه ملا امام نه دیگران او را گپی نمیزنند، چون که از وی میترسند. از شما داملای محترم خواهش میکنم که فکر و عقیده خودتان را در همین نماز جمعه آشکارا نسبت رفتار این حاجی بیان کنید. با احترام، یکی از مخلصان اشهدی شما. البته وقتی کلمه حاجی چی کلمه زیبایی هست، چی کلمه قیمتی هست که پیشینی های ما و شما برای این عنوان حاجیگی را گرفتن، چی زحمت ها داشتند، لیکن به این روزی خیلی و خیلی پر اجر و به این نیت خیلی نیک بیچاره ها میسر نشدند. لکن صد افسوس که امروز بعضی از افلاس ها رفته حج میکنند، باز آمده به این کارها وقتی که دست میزنند اینجا تمام حاجی ها بدنام میشوند. من بسیار دوست می‌دارم که کسی حج رود که به قدر حج میرسیدگی باشد، کسی حج رود که از تاریخ اسلام آگاه باشد. وقتی رفته خانه کعبه را بیند دل او ریشش پاره شود. حضرت سعدی میگوید به طواف خانه رفتم به کعبه رحم ندادند که برون در چی کردی که درون خانه آیی. من وقتی خانه کعبه رفتم، خانه کعبه مرا نگذاشتن که خانه کعبه درایم. برای چی؟ برای تو چگونه مسلمان هستی، چی خدمت در اسلام کردی که امروز طواف زیارت کعبه آمدی. هیچ سیقل نکو نتاند کرد، خدا رحمت کند سعدی را، هیچ سیقل نکو نتاند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای 7گانه بشو چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. این البته زاده خر است، این بدبخت است اون کسی که به این کار البته چنگ بزند. پیغمبر خدا میگوید من زنا به امرأة
كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الامه. بسیار حدیث وعیدی سخت است. کدام مرد یا کدام زنی که شوهر دارد یا کدام مردی که زن دارد باز با این قانع نمیشوند، چشم به خانه یک مرد دیگر میزنند یا با یک زن دیگر میخواهند تجاوز کنند، بر این زن و بر این مرد نصف عذاب تمام امت در قبر بالا اینها میآیند. باور که ما طاقت یک عذاب قبر خودمان نداریم. اگر در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان باشد، بالای این دو بدبخت، این حاجی و این بگیم این که اون بیچاره زن عمکش گناه ندارد، زیرا این کار این حاجی بدبخت کرده است، بالای همین حاجی نصف عذاب اگر 1.5 میلیارد تقسیم کنین شما، نصف عذاب همه همین بالای همین است در داخل قبر. اذا دنا الرجل خرج منه الایمان کان علیه کالظلة. پیغمبر گفت وقتی که کدام شما نیت زنا کردین یا میخواهین زنا کنین، همون زمان ایمان شما در بالای سر شما میبراید، در وجود شما دیگر ایمان نیست. لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. این پیغمبر سوالش است. وقتی زناکار زنا میکند، وای در حالت زنا یا در نیت زنا وای باز مسلمان است؟ نه، مسلمان نیست. گفتم پیغمبر زناکار مسلمان نیست. اگر من از تفسیر قرطبی برای شما بیان کنم، صاحب تفسیر قرطبی میگوید کدام مرد زنا کرد یا نیت زنا کرد وای زنش طلاق میشود. این صاحب تفسیر قرطبی میگوید. از این خاطر این کسی که این کار کرده است، اگر از روی جهل بود، از روی نافهمی بود، اگر در بین مردم و تنهایی به سوی خدا توبه کند و گوید که دیگر این عملی زشت از من صادر نمی شود، این حالت ده شاید که خدا وی بخشد. و تمام مردم هم در این حالت وقتی وی توبه میکند، تضرع میکند، میگوید که این از سهو از خطا شد، وی را دیگر کاردار نشود، وی را گذارند که در مسجد نماز خواند، بگذارد که دوام نماز شد، چکار کند؟ دوام دهد. این است توصیه اسلام. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آتای من، پدری من، در دوشنبه کار میکند. در یک ماه یک بار می آید، باز می رود. من فرزند کلانی خانه هستم. ما یک همسایه داریم، می آید می رود. همسایه نزدیک است، اما همسایه فساد است. اما مرا دلم نمی کشد خطی مادر من گپ زند. من چند بار همراه او جنجال کردم، اما او بی‌آر است. با خانه ما می آید. هر روز او را من می بینم، در غضب می آیم، اما همسایه دیگرمان می آید، من خرسند می شوم. اما همسایه دیگرمان می آید، من خرسند می شوم. در این کار چی گفتنی داملای شیرین سخن؟ درست جواب دهید. یعنی شکایت این دادر این بود است که پدرش در دوشنبه کار میکند، در یک ماه یک بار خانه می آمده است و با کدام مرد فاسد یا فساد یا بدبخت است خانه همینها می آمده است در حالت نبودن پدر این. و این جوان میگوید من غضبناک میشوم، چندین بار جنجال ها کردم، تا حال این جنجالی من هیچ تأثیر و فایده ندارد، این مرد رفته می آید. یعنی حکم اسلام در این چی هست؟ اولا در این کار باید مادر شما اصلاح شود. وقتی تو نمیخواهی باید مادر تو هم نخواهد آمدن اون مرد در نبودن پدر شما. این لکم علی نسائکم حق ولنسائکم علیکم حقا. پیغمبر خدا گفتند ای مردها شما بالای زنها حق دارین و زنها بالای شما حق دارند. فحقكم
علیهن، حق مردها بالای زنها چیست؟ پیغمبر میگوید ان لا یوتئن فروشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. پیغمبر گفتن وقت شوهر نباشد باید که این مرد خانه زنی به شوهر داخل نشود. حق زن میگوید این است، یعنی حق مردها بالای زن این است که در نبودن شوهر هیچ مرد را در خانه خود راه ندهند. در کرپچه و در بالیشت و در خانه که مثال شوهر تو می نشیند یا همون خانه در داخل خانه تو باید در نبودن شوهر تو، پیغمبر خدا میگوید باید هیچ مرد داخل نشود. این یک علامت بدبختی است که وقتی ما و شما خانه یک برادر می رویم و نگاه میکنیم که فقط زنی وی است، شوهری او بیرون است، خواه در دوشنبه است، خواه در رسی است، خواه در شهر است، ما حق نداریم که اون خانه در مهمان شویم. مادامی نیست ما باید که از فتنه خودمان دور بگیریم. زیرا پیغمبر خدا را به این حدیث ها را چی میگوید؟ ما خلا رجل بامرأة الا کان الشیطان ثالثهما. من گفته از پیغمبر خدا به شما خبر میدهم که وقتی که یک مرد با یک زن در یک جا نشست حتمی سیوم اینها شیطان می شود. یعنی زن وقتی با یک زنی بیگانه تو در یک خانه تنها می نشینی حتمی شیطان در بین شما داخل می شود و شما عاقبت یک کار بی ترتیبی را انجام می دهید. باید که مرد خانه زنی به شوهر یا شوهرش در سفر بودگی حق ندارد که مهمان شود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید من قعد علی فراش مغیبت حید الله له ثعبانا یوم القیامت. کدام مردی که از نبودن شوهر همسایه استفاده میبرد و شوهر او را دور میبیند و به خانه او داخل میشود به نیت تجاوز یا با نیت بده، قیض الله له ثعبانا یوم القیامت. پیغمبر خدا گفت این بدبخت گفت روز قیامت گرفتار عذاب مار عفی میگیم. همون مار عفی، همون مار خیلی کلانی که هست، انا همین گونه طایفه مردها در عذاب اینها روز قیامت چی میشوند؟ گرفتار میشوند. به نهایت خوب میشود. حتی در قرآن سوره نور اگر شما نظر کنین آیت های 28 وی 27 وی برای ما و شما خبر میدهد که این وقتی که شما کدام خانه می روید اولا اجازت گیرید. بین امروز همون گاوهای بشاخوان بسیار است بین ما و شما، دیگر نه دروازه تق تق دارن نه صدا دارن، راست به همون خانه چکار میکنن؟ حرکت میکنن. انامین آیت های 27 و 28 سوره نور وقتی میگد یک زن پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ای پیغمبر خدا من در خانه خواب هستم و خانه مرا مردها کشاده میکنند، راست به خانه من داخل میشوند. این کار برای من بسیار نفرت آور است، علاجش چیست؟ همین زمان همین آیت فرامد. خداوند روان کرد آیت را که بر تمام مردها و زنها خبر دهند که خانه کدام مسلمانی که مهمان میشوند خبرگیری میروند چه حاجتی که دارند باید که چیکار کنند؟ رخصت گیرند. باید که خانه‌دار فریاد کنند. اگر خانه‌دار فریاد زد و گفت مرحمت داخل شود میگوید من تفسیر همون سوره را برای شما گفته ایستادم. و الا اگر گوید که پس گرد، خدا میگوید که اگر مبادای از خانه گفتن که پس گرد میگوید. شما حق ندارین که خانه هر آدم به اجازت داخل شوین. خانه هایی که امروز زنگوله دارن، زنگ دارن، همون خودش رخصت است. و یا وقتی که زیر میکنین خانه‌دار درکدار کی شد همین خودش رخصت است. در تفسیرها میگوید که وقتی شما خانه دا که داخل شدین السلام علیکم گفته داخل شوین تا که صدای تر همون خانه‌دار شنود. یا فلانی گفته یا صاحب خانه گفته فریاد زنین، یک بار خانه مسلمان دا داخل نشوین. حتی در بعض حدیث ها آمده است که اگر کسی در خانه شما به اجازت داخل می شود
یک باره چشم تو به او میچسبد، حق داری که چشم وی بکفانی. در اسلام گفته است چرا جزای نیست. وقتم تمام شد. السلام علیکم داملای محترم. بعد سلام و ستایش به اندازه خداوند مهربان به شما و به تمام نمازگزاران عالم اسلام، تنی صحت و خاطر جمع، ایمان کامل و عملی صالح خواهانم و از درگاه وسیع یزدان پاک مغفرت گناه شما و جمیع مسلمین را طلبگارم. ثانیاً از شما داملای عزیز خواهش دارم که در همین جمعه برای پدر و مادر رنجور من، مخصوصاً برای پدرم که در حالت وزنین بیماری فلج قرار دارد و زبانش از گفتار باز مانده است، دست دعا برداشته از درگاه الهی شفای آن و مغفرت گناهش را طلب نمایید. برای دعای خیر به شما قبلا سپاس گزارم. با احترام صمیمی. برادر عزیز این طلب کردن که در حق پدر و مادرش دعا کنیم و پدرشان یعنی بیماری فلج در گرفتار بوده است. خدای مهربان دردهنده هم خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. خدای مهربان این پدری که به این بیماری مبتلا شده است، به حرمت این روز جمعه، به حرمت تمام این مسلمین، خدای مهربان شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگردان و تمام گناهاش خدای مهربان مغفرت بگردان. و بچه بابای حاجی زینالدینم که پدرشان از این محله هست، گذشتگی هستند، از ما طلب دعا کردند. خداوند روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور بگرداند و فرزنداش خدا عمر دراز و تنی صحت نصیب بگرداند و جمیع بیماری هایی که از ما و شما هستند خدای مهربان به حرمت این روز جمعه، چه در این جمعیت ما باشند، چه در بیمارخانه ها، چه در خانه ها باشند، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. انشاءالله سوال های باقی را سوال های یعنی باز هست در خانه و باز نزد من کمی باقی ماندن. انشاءالله این سوال ها باور کنیم بسیار مفید است برای ما و شما، بسیار لازم هست. وقتی جواب اینها را شما میشنوین، جواب اینها را میگیرین، باید که از پی عمل شوین، باید که کاری کنین که عملی شوند. اینها چیزهایی که من برای شما میگویم، چیزهایی که من برای شما میخوانم، قسم به خدا اولا از روی مهربانی و شفقت است، از روی دلسوزی است و دیگرش همش آیت قرآن است، همش احادیث های پیغمبر است. هیچ کدام این ساخته من نیست، هیچ کدام این فکری من هم نیست. من نه ساخته دارم باور کن، نه قدرت حتی به همین قیاس به عقل دارم. آن چیزی که برای شما میگویم این خبر از خدای شماست، از پیغمبر شماست. اگر شما خواهید که یعنی عاقبت شما با خیر باشد، اگر شما خواهید که همین عزتی که از اسلام دارین نزد پیغمبر شما باقی ماند، در قیامت باقی ماند، این گفته ها در شما عمل کنین، ان شاء الله شما هم در دنیا هم در آخرت سرفراز میشوین.